ممکنه سوال کنیم که چیکار کنیم که اپوزیسیون ریاست وارد پلن بی نشه. 3 شرط ساده داره که توضیح میدم. 1. اتحادیه اروپا و سازمان ملل برن پشت تحریم‌های پرزیدنت ترامپ و سپاه و بسیج را ارگان تروریست اعلام کنن و فرمانده سپاه و بسیج رو عاملین جنایت علیه بشریت. 2. تا پخش برنامه 152 ریستارت فرمانده سپاه یا فرمانده بسیج رو حذف فیزیکی کنند به هر جور دلشون میخواد. ما قیافشون رو توی این 72 ساعت که میگذره دیگه نبینیم. 3. فرمانده بسیج و فرمانده سپاه تروریستی توأماً در یک شبکه تلویزیونی ایران بنشینن و رسما به ملت ایران بگن ملت ما گه خوردیم. برخلاف تصور بسیاری، رؤسای اتحادیه اروپا به التیماتوم وی گوش دادند. برخی این اتفاق را پیشبینی دیگری از سید محمد حسینی تلقی کردند، مردی که پیشبینی‌های بسیاری را نیز قبل‌تر ارائه کرده بود.